در اداره‌ای کارمندی خدمت می‌کرد. این کارمند از نظر قیافه ظاهری مردی کوتاه قد، آبله رو و سرخ مو بود. چشمانش حالت چشمان نزدیک بین را داشت. قسمتی از سرش هم کچل و گونه‌هایش پر از چین و چروک بودند. رنگ و رویش هم به رنگ و روی اشخاص بواسیری می‌ماند. اما خب چاره‌ای نیست. گناه این یکی به گردن آب و هوای سنت پترزبورگ است. از جهت رتبه اداری این کارمند به آن دسته از کارمندان تعلق داشت که معمولاً دونپایه ابدی خوانده می‌شوند و چنان که خواننده اطلاع دارد این دسته بهترین زمین را برای شوخی و مسخرگی نویسندگان فراهم می‌آورند که آن هم باز می‌گردد به عادت شریف تو سری زدن به کسانی که قدرت تلافی ندارد. نام فامیل او باشماخچین که به وضوح پیداست از واژه باشماخ به معنی کفش مشتق شده است. اما اینکه چه وقت و کدام ساعت از روز و چگونه این واژه پدید آمده بود معمای لاینحلی است. هم پدر و هم پدر بزرگش هر دو و حتی شوهر خواهرش و کلاً همه باشماخچین ها همیشه چکمه به پا می کردند و فقط سالی 3 بار زیر چکمه هایشان تخت می انداختند. نام کوچکش آکاکیویچ بود. شاید این نام به نظر خواننده عجیب و ساختگی برسد، اما اطمینان میدم که هیچ گونه قصد ظاهرسازی در این انتخاب دخالت نداشته است و تنها شرایط در هنگام نامگذاری وی چنان پیش آمده بود که انتخاب هر نام دیگری را مطلقاً ناممکن کرده بود. در حقیقت جریان از این قرار است که اگر حافظه هم درست یاری کند آکاکیویچ در شب 22 مارس متولد شد. مادر مرحومش همسر کارمندی اداری و زنی ساده و مهربان تمام مقدمات لازم برای مراسم تأمین و نامگذاری را تهیه کرد. ابتدا 3 نام به مادر پیشنهاد شد: موکیا، سوسیا و یا شهید راه خدا خزدازاد. اما مادر با خودش فکر کرد اوه نه، چه اسمهای عجیب و غریبی. برای فراهم آوردن رضایت خاطر مادر صفحه‌ای از تقویم کلیسای ارتدوکس را گشودند، اما باز هم 3 نام کاملا منحصر به فرد و غریب آمد: تریفلی، دولا، واراخاسی. زن با خودش نجوا کرد: نه دیگر، این بلای آسمانی است. باز اسمهایی مثل واروق یا واردات یک چیزی، اما مگر تریفلی یا وارخاسی هم اسم می شود؟ تقویم را ورق زدند و این بار به اسامی پاپسیکاخی و واختیسی برخوردند. روشن است که دست تقدیر در کار است. بنابراین بهتر است همون نام پدرش را به او بدهیم. پدرش آکاکی بود، بگذار پسرش هم آکاکی باشد و به این ترتیب بود که او آکاکیویچ نامیده شد. بچه را غسل تعمید دادند، اما در جریان مراسم بچه چنان بنای گریستن گذاشت و چنان روتوش کرد که گویی از قبل دلش گواهی میداد که روزی کارمند دونپایی خواهد شد. اینکه دقیقاً چه زمانی به استخدام در آمده بود و چه کسی مسئول این استخدام بوده است بر کسی معلوم نیست. مدیران کل می آمدند و می رفتند، رؤسا تغییر می کردند، اما او در همان محل با همان وضعیت و به همان کار تهیه پاک‌نویس از نامه ها ادامه میداد. هیچ کس در اداره کوچکترین توجهی به او نداشت. دربانها نه تنها وقتی از مقابلشان میگذشت از جا بلند نمیشدند، بلکه حتی نگاهی هم به او نمیکردند. گویی مگسی از آنجا عبور کرده است. حواسش فقط به کارش بود. کاغذها را برمی‌داشت و بلافاصله به پاک‌نویس کردنشان میپرداخت. همکاران جوان اداره سر به سرش میگذاشتند، شوخی میکردند تا حدی که در ادارات میتوان شوخی کرد. مثلا درباره پیرزن 70 ساله صاحب خانه‌اش میگفتند که کتکش میزند و میپرسیدند که کی با او ازدواج خواهد کرد و خرده‌های کاغذ را عوض نقل بر سرش میریختند. اما آکاکیویچ کوچکترین اعتراضی به این همه نمیکرد. گویی اصلا کسی آنجا حضور ندارد و حتی این همه تأثیری بر کارش هم نداشت. در میان جنجال شلوغی‌های آزاردهنده هرگز حتی یک حرف اشتباه رونویسی نمی‌کرد. فقط اگر شوخی‌ها دیگر به حد غیر قابل تحملی می‌رسید، مثلا وقتی به آرنجش می‌زدند و او را از کارش باز می‌داشتند، میگفت راحتم بگذارید. آخر چرا آزارم می‌دهید؟ و در این کلمات و در لحنی که آنها را ادا می‌کرد چیز غریبی نهفته بود. صدایش طنینی داشت که انسان را به رقت می‌آورد. در کار پاک‌نویس کردن برای خودش دنیایی مطبوع و پر جلوه می‌یافت. حین کار لذت و شادی از چهرهش می‌بارید. بعضی از حروف الفبا مورد علاقه خاصش بودند و هرگاه هنگام پاک‌نویس کردن به این حروف می‌رسید از شدت هیجان قند توی دلش آب می‌شد. بی اراده لبخند بر لبانش می‌دوید. چشم‌هایش برق می‌زدند و قلم را با صدایی که از لب‌ها خارج می‌کرد به پیشروی تشویق می‌کرد و به این ترتیب می‌شد تنها با نگاه کردن به صورتش حدس زد که قلمش کدام حرف را به دقت تصویر می‌کند. اگر قرار میشد به قدر علاقه و وظیفه شناسیش در کار پاداشش بدهند، میبایست به مقامات عالی ارتقا پیدا کرده باشد.
علیرغم اینکه ممکن بود خودش از این امر به تعجب بیفتد. اما چنان که همکاران نکته سنجش میگفتند، تنها پاداشی که در ازای زحماتش دریافت کرده بود نشانی بر سینه و بواسیری بر نشیمنگاهش بود، گرچه کاملا هم نمیتوان گفت که نادیده‌اش گرفته بودند. یک بار یکی از رؤسا که مردی مهربان بود و میخواست به خاطر سالهای طولانی خدمت صادقانه‌اش پاداشش بدهد، دستور داد پستی مهمتر از پاک‌نویس کردن به او واگذار کنند: تنظیم گزارشات اداری از پرونده‌های تکمیل شده. انجام این کار صرفاً مستلزم تغییر دادن عنوان صفحه و تبدیل برخی از فعل‌ها از اول شخص به سوم شخص بود. اما همین کار چنان به روغن سوزیش انداخت که عرق از تنش روان شد و دست آخر هم اعلام کرد: نه، بهتر است بگذاری من همان پاک نویسم رو بکنم. پس از آن دیگر او را به حال خودش رها کردند تا برای ابد به پاک نویس کردن ادامه دهد. به نظر می رسید که دنیایی خارج از پاک نویس کردن برایش وجود ندارد. هیچ توجهی به لباسهایش نداشت. یونیفرمش را دیگر نمیشد سبز خواند، بلکه زرد پریده رنگ مایل به قرمز بود. یقه یونیفرمش هم خیلی کوتاه و باریک بود و گردنش را که چندان هم دراز نبود خیلی دراز نشان میداد. همیشه چیزی به لباسش چسبیده بود، مثلا تکه‌ای کاه یا نخ. علاوه بر این مهارت عجیبی داشت که درست در لحظه‌ای که از پنجره آشغال خالی می‌کردن از زیرش رد شود و همین مهارت توجیهگر وجود دائمی تخم هندوانه و از این قبیل آشغال‌ها روی کلاهش بود. اما آکاکیویچ حتی اگر تصادفاً توجهش به چیزی جلب میشد، تنها چیزی که در آن میتوانست ببیند سطوری از دستخط پاکیزه و همیشگی خودش بود. فقط اگر اسبی ناگهان ظاهر میشد و پوزش را به شانه او میزد و نفس بخار آلودش به گونه‌هایش برخورد میکرد، آنگاه متوجه میشد که نه در وسط یک جمله بلکه درست در وسط خیابان است. به محض رسیدن به خانه پشت میز مینشست، سوپ کلمش را سر میکشید و تکه گوشت گوساله با پیاز میخورد. بیان که مزه‌ای از هیچ یک از اینها حس کند همه را میبلید، حتی مگس یا هر چیز دیگری را که خدای مهربان تصادفی توی غذایش انداخته بود. وقتی متوجه میشد شکمش باد کرده است، از پشت میز برمیخواست و قلم و دواتش را برمیداشت و مشغول پاک نویس کردن نوشته هایی که از اداره آورده بود میشد. خلاصه زمانی که هر کس آنچه در چنته داشت انجام میداد تا خودش را بهتر سرگرم کند، آکاکیویچ خودش را تسلیم هیچ یک از این لذات نمیکرد. هیچ کس هرگز او را در مهمانی ندیده بود. بعد از آن که از لذت پاک نویس کردن اشباع میشد، به رخت خواب میرفت و در همان حال با فکر فردا و آنچه خدا ممکن بود برای پاک نویس کردن برایش بفرستد لبخند میزد و چنین میگذشت زندگی آرام و بی حادثه مردی که با حقوق 400 روبل در سال خودش قانع و راضی بود. در سن پیترزبورگ برای کسانی که 400 روبل در سال یا در همین حدود عایدات دارند دشمنی سرسخت کمین گرفته است. این دشمن چیزی جز یخبندان شمالی نیست، گرچه بسیاری معتقدند که این یخبندان برای سلامتی مفید است. در فاصله ساعت 8 و 9 صبح، درست هنگامی که خیابان‌ها مملو از کارمندانی است که به سوی اداره‌هایشان روانند، باد یخبندان شمالی بی تبعیض و بی محابا چنان شلاق بر دماغها می‌کشد که کارمندان بیچاره نمی‌دانند دماغشان را توی کدام سوراخ فرو کنند. در این ساعت از روز که حتی پیشانی کارمندان عالی رتبه هم از سرما به درد می آید و چشمانشان از اشک پر می شود، کارمندان دونپایه بیچاره بی‌دفاعند. تنها راه نجاتشان این است که فاصله 5-6 خیابان میان اداره و منزل با حد اکثر سرعت با همان بالاپوش نازک و نخنمایشان بدوند و بعد در راهروی اداره آنقدر پا به زمین بکوبند تا همه استعدادها و توانایی‌های یخ زده‌شان دوباره آب شود. مدتی بود که آکاکی احساس میکرد هر قدر هم که سریعتر فاصله بین اداره و منزل را طی میکنند، باز شانه ها و پشتش زیر تازیانه های بیرحمانه سرما قرار میگیرد. دست آخر شکش برداشت که نکند شنلش عیب و ایرادی پیدا کرده است. بعد از معاینه کاملی که در خانه از شنل به عمل آورد، متوجه شد 2 یا 3 قسمت شنل، اگر دقیق‌تر بگوییم ناحیه پشت و دور کتف‌ها، بیشتر به پارچه توری شباهت پیدا کرده است. شنل کاملا نخنما و آسترش پاره پاره بود. همچنین باید ذکر کنیم که شنل آکاکیویچ موضوع شوخی دائمی در اداره بود. حتی عنوان بالاپوش را از آن گرفته بودند و زیرپوش اطلاقش می‌کردند. در حقیقت هم شکل و شمایل عجیبی داشت. یقه‌اش که در طول سالهای متمادی برای وصل پینه سایر قسمت‌ها به کار گرفته شده بود، مدام کوچک و کوچکتر گشته بود.
در این وصل پینه ها هم اثری از هنر خیاط دیده نمیشد و شنل ظاهری شلوول و کیسه مانند پیدا کرده بود. آکاکیویچ وقتی متوجه عیب و نقص شنل شد تصمیم گرفت آن را نزد پتروویچ خیاط ببرد. پتروویچ که در طبقه سوم ساختمانی زندگی میکرد علیرغم یک چشم کور و صورت آبله‌اش در وصله پینه کت و شلوار و پالتو کارمندان و سایر مشتری ها ماهر بود. البته لازم گفتن نیست، به شرطی که مست نبود و فکرش هم جای دیگری نمی بود. البته لزومی ندارد که ما بیش از این وقت خود را صرف توصیف این خیاط کنیم، اما از آنجایی که شرح کامل جزئیات هر شخصیت در داستان امری پذیرفته شده است، چاره نیست جز این که نگاه دقیق تری به این جناب پتروویچ بیندازیم. قبلا رعیت یک ارباب بود و همینطور خشک و خالی گریگوری خطاب می شد و فقط پس از آنکه آزادیش را به دست آورد مردم او را پتروویچ خواندند. از همان تاریخ شروع به میخوارگی در روزهای اعیاد مذهبی کرد. اوایل فقط روزهای بسیار مهم را مست می کرد، اما بعدها این عمل را بدون تبعیض به کلیه روزهایی که در تقویم با علامت صلیب مشخص شده بود تعمیم داد. در این راه به سنت آباب و اجدادی کاملا مؤمن بود و هرگاه در این باب زنش مشاجره‌ای به راه می‌انداخت او را بی وطن و آلمانی خطاب می‌کرد. حال که ذکری از زن پتروویچ به میان آمد ناگزیر باید به 2 کلمه‌ای هم در وصف او بگوییم. بدبختانه اطلاعات ناقصی از او در دست است. فقط می‌دانیم که همسر پتروویچ بود و به جای روسری همیشه کلاه به سر می‌گذاشت. ظاهراً آنجا که پای زیبایی در میان بود جای لاف و گزافی برای او وجود نداشت. حداقل از میان مردانی که به او برمیخوردند تنها سربازان بودند که نگاهی دزدکی به صورتش میانداختند و در حال تاب دادن سبیل‌ها صدای عجیب از گلویشان خارج میکردند. آکاکیویچ همچنان که از پله‌های خانه پتروویچ بالا میرفت، در توصیف دقیق این پله‌ها باید گفت که پوشیده از گل و لای و کثافت بود و راه پله از چنان بوی زننده اشباع بود که چشم‌ها به سوزش میافتاد و این البته از امتیازات کلیه راه پله‌های ساختمان‌های سن پیترزبورگ است. با خودش فکر میکرد که پتروویچ چقدر دستمزد خواهد خواست و آماده میشد بیشتر از 2 روبل نپردازد. در باز نبود، چون زن عزیز پتروویچ که در آشپزخانه ماهی سرخ میکرد چنان دودی راه انداخته بود که چشم را نمید. آکاکی بیان که زن پتروویچ متوجه شود از آشپزخانه عبور کرد و وارد اتاقی شد که پتروویچ روی یک میز لخت چوبی نشسته بود و مثل پاشاهای ترک پاهایش را زیرش جمع کرده بود. همچنان که عادت خیاط هاست، اولین چیزی که توجه آکاکی را به خودش جلب کرد انگشت شست بزرگ او بود که ناخن تغییر شکل داده و کلفت و سختی مثل کاسه لاک پشت داشت. کلاپی از ابریشم و چند نخ از گردنش آویزان بود و چند تکه پارچه کهنه روی زانویش گذاشته بود. 2-3 دقیقه‌ای بود که سعی می‌کرد سوزن را نخ کند و موفق نمی‌شد و ناچار هرچه فحش و نفرین در چنته داشت نثار نور ضعیف و حتی خود نخ کرد. زیر لب غر می‌زد برو تو لعنتی، آخرش دیوونم میکنی کثافت. آکاکیویچ از اینکه پتروویچ را در چنین حالتی یافت زیاد خوشنود نشد. ترجیح میداد زمانی سفارشاتشان را به پتروویچ تحویل دهد که او یا چنان که زنش میگفت وقتی ته بطری را دوباره بالا آورده باشد دیو پیر یک چشم. در چنین حالتی پتروویچ در برابر مشتریانش کاملا رام بود و دستمزد پیشنهادیشان را حتی با تعظیم و تکریم میپذیرفت. گرچه بعدش زنش گریان با همان داستان غم‌انگیز همیشگی که شوهرش به هوای مستی دستمزد ناچیز خواسته است پیشش میآمد، اما سر آخر با 5-6 کوپک بالا یا پایین معامله سر میگرفت. ولی در آن لحظه پتروویچ کاملا به هوش بود، یا لااقل اینطور به نظر میرسید، و نتیجتاً ترشرو و اخم آلود و سازش ناپذیر مینمود و حالتی داشت که دستمزد سرگیجه آوری طلب کند. آکاکی با درک موقعیت میخواست یواشکی جیم بشود، اما دیگر دیر شده بود. پتروویچ آن یک چشم سالمش را بلند کرده و از گوشه چشم نگاهی میکرد. آکاکیویچ بی اراده گفت روز بخیر پتروویچ. و پتروویچ همچنان که به دست آکاکی خیره شده بود تا ببیند چه لقمه دندانگیری گیر آورده است جواب داد روز شما بخیر آقا. من آمدم پتروویچ که این چیز رو باید خاطر نشان کنیم که آکاکیویچ عادت داشت توی صحبت‌هایش اکثرا از حرف اضافه، قیدها و پاره جمله‌هایی که معنای مشخصی ندارند استفاده کند. اگر موضوع صحبت کمی پیچیده بود دیگر اصلا جمله را ناتمام رها می. مثلا اغلب جمله را اینطور شروع می‌کرد در حقیقت دقیقاً مشخص است، و بعد یادش میرفت چیزی به این کلمات اضافه کند و گمان می‌برد منظورش را رسانده است.
در واقع او با تمام جزئیات این شنل آشنا بود، چرا که از زیر دست خودش در آمده بود. اما معمولا این عادت خیاط هاست که لباس را در حضور مشتری وارسی کنند. ببین پتروویچ، خب این شنل من همونطور که میبینی بیشتر جاهاش سالمه، فقط کمی گرد و خاک گرفته، شاید به همین دلیل به نظر کهنه بیاد، اما در واقع کاملا نو. فقط کمی خودت که میبینی این پشتشو کنار این شانه پاره شده و کمی هم کنار اون یکی شانه، فقط همین، کار زیادی ندارن. پتروویچ زیرپوش را برداشت، روی میز پهن کرد و معاینه دقیقی از آن به عمل آورد و سری تکان داد و از آستانه پنجره انفیه‌دانش را برداشت. انفیه‌دان عکس یک ژنرال بود، اما مشخصا نمیتوان گفت که کدام ژنرال. شخصی انگشتش را وسط صورت ژنرال عبور داده بود و عکس از این ناحیه پاره شده بود و بعداً مقوای گردی به جای صورتش چسبانده بودند. پتروویچ شنل را رو به نور گرفت و معاینه مجددی کرد. دوباره سرش را تکاند. بعد آسترش را بالا زد و روی میز پهن کرد و باز هم سرش را تکان داد. نه، قابل رفو نیست. اوضاعش خرابه. با شنیدن این کلمات قلب آکاکیویچ فرو ریخت. با صدای التماس‌آمیز بچه‌ای پرسید: چرا نه پتروویچ؟ فقط کمی گوشه شونه‌هاش پاره شده. برای تو که کاری نداره. حتما پارچه داری که وصل بیاندازی. پتروویچ گفت: البته من پارچه دارم، اما شنل کاملا پوسیده است. سوزن که بزنی از هم وا می رود. باشد، اگر وا برود هم تو دوباره به هم وصلشان میکنی، اما آخر باید وصل را به جای بند کرد. شنل حسابی پوسیده است، دیگر مشکل بشود اصلا به آن لباس گفت. اگر جلوی باد بگیری زبارش از هم در می رود. ولی خب تو یک کاریش بکن. منظورم این است که واقعا نه، متاسفم آقا، هیچ کاریش نمی شود کرد. عمرش را کرده است. بهتر است چند تکش کنید و زمستان ها دور پایتان بپیچید، چون وقتی هوا حسابی سرد می شود جوراب آدم را از سرما حفظ نمی کنند. این آلمانی ها جوراب را اختراع کردند که ملت را سرکیسه کنند. پتروویچ دوست داشت توی صحبت‌هایش به آلمانی ها کنایه بزنند، اما در مورد شنل مثل اینکه باید یک نوعش را تهیه کنید. همینطور که گیج می‌خورد گفت: منظورت از نوع چیست؟ من که پول ندارم. پتروویچ با خونسردی بی‌رحمانه‌ای گفت: بله، باید شنل نو تهیه کنی. خب اگر من بخوام نوعش را تهیه کنم چطور؟ یعنی چقدر؟ منظورم است که خب منظورتون این است که چقدر خرج برمی‌دارد؟ بله. پتروویچ هنرپیشه‌وار لب‌ها را به هم فشرد و گفت: حداقل 150 رو برایتان آب می‌خوره. عاشق پیش آمدن صحنه‌های تکان دهنده بود و دوست داشت نکته بهت‌آوری بیان کند و از گوشه چشم تأثیرش را بر چهره مخاطبش ببیند. 150 روبل برای یک شنل؟ بیچاره آکاکیویچ که همیشه به طور استثنایی آرام صحبت میکرد برای اولین بار در زندگیش فریاد کشید. پتروویچ گفت: بله آقا، تازه که این چیزی نیست. اگر بخواید یقه پوستی یا آستر ابریشمی هم برایش تهیه کنید 200 روبل هم بیشتر خرج برمی‌دارد. آکاکیویچ که سعی میکرد بیانات تکان دهنده پتروویچ را نشنود ملتمسانه گفت: خواهش میکنم پتروویچ، یک کاریش بکن تا یک مدت دیگر هم بتوانم بپوشمش. پتروویچ گفت: متاسفم، فایده ای ندارد، فقط باعث هدر رفتن پول و وقت میشود. و با این سخنان آکاکیویچ را کاملا خرد شده و در هم شکسته به جا نهاد. بعد از رفتن مشتری پتروویچ بی حرکت بر جای ماند و همانطور که لبهایش را به طرز معنی داری به هم میفشرد تا مدتی کارش را دنبال نگیرد. از اینکه خودش و هنر خیاطی را پایین نیاورده بود احساس رضایت میکرد. وقتی آکاکیویچ به خیابان رسید احساس میکرد که همه چیز را در رویا دیده است. به خودش میگفت: خب چیزی هست که هرگز فکر نمیکردم چنین چیزی پیش بیاید اصلا. و بعد از سکوت کوتاهی افزود: خب حالا که پیش آمده است. و بعد از سکوت طولانی ادامه داد: خب حالا کی میتواند؟ در حقیقت راستش آنقدر غیر منتظر بود که من و بعد از گفتن این حرفها به جای آنکه راه خانه را در پیش بگیرد بیان که بداند چه میکند، درست در جهت مخالف راه افتاد. در سر راه به یک دودکش پاکن برخورد کرد و سر تا پایش سیاه شد. بعد از طبقه بالایی ساختمان در دست تعمیر یک لگن دوغاب آهک بر سرش ریختند. باز اون نسبت به همه اینها بی توجه و بی اعتنا بود. فقط وقتی که به یک پلیس برخورد که باتونش را زیر بغل زده بود و مشغول ریختن مقداری انفیه توی دست پرزگیرش بود حواسش سر جا، آن هم فقط به واسطه اینکه پلیس به او تشر زد. آکاکی که حواسش سر جا آمده بود برگشت و راه خانه را در پیش گرفت. تازه وقتی به خانه رسید توانست افکارش را جمع کند و به ارزیابی وضعیت بپردازد. شروع کرد با خودش حرف زدن.
آن هم نه با عبارات بی سر و ته همیشگی، بلکه کاملا معقول و روان. گویی با یار غاری مشورت می‌کند که میشد سفره دل را پیشش گشود و خصوصی ترین مسائل را با او در میان گذاشت. در حقیقت مثل اینکه زنش کتکش زده بود. بهتر است تا روز یکشنبه صبر کنم و بعد به سراغش بروم. بعد از خماری شب شنبه باز دوباره چشمهایش چپندر قیچی می شود و برای یک گلاس مشروب حاضر خواهد بود سرش بالای دار برود. اما زنش مسلما سر کیسه را شل نخواهد کرد. آن وقت سر راهش سبز می شوم، چند کپک توی مشتش می گذارم و به این ترتیب دلش نرم می شود و شنل من آکاکیویچ در نتیجه این استدلال هوشمندانه احساس آرامش خاطر کرد و تا روز یکشنبه منتظر ماند. آن وقت یک راست سراغ پتروویچ رفت. صبر کرد تا زن پتروویچ از خانه خارج شود و بعد داخل شد. همچنان که حد زده بود، پتروویچ بعد از شب شنبه کاملا گیج و منگ بود. سرش فرو افتاده و چشمانش خواب آلوده و خمار. اما زنش مسلما سر کیسه را شل نخواهد کرد. آن وقت سر راهش سبز می شوم، چند کپک توی مشتش می گذارم و به این ترتیب دلش نرم می شود و شنل من آکاکیویچ در نتیجه این استدلال هوشمندانه احساس آرامش خاطر کرد و تا روز یکشنبه منتظر ماند و آن وقت یک راست سراغ پتروویچ رفت. صبر کرد تا زن پتروویچ از خانه خارج شود و بعد داخل شد. همچنان که حد زده بود، پتروویچ بعد از شب شنبه کاملا گیج و منگ بود. سرش فرو افتاده و چشمانش خواب آلوده و خمار به نظر می رسید. اما به محض اینکه فهمید آکاکی به چه منظور آمده است، کاملا به هوش آمد. گویی شیطان با ضربه‌ای از مستی به درش آورد. ممکن نیست، باید یک نوعش را تهیه کنید. در این لحظه آکاکیویچ یک سکه 10 کپکی کف دستش گذاشت. پتروویچ گفت: بی نهایت ممنونم آقا. حالا یک گیلاس کوچک به سلامتی شما میزنم و خودم را میسازم. اما اگر جای شما بودم هیچ قصه آن چنل کهنه را نمیخوردم. اصلا فایده ای نداره. خودم یک چنل محشر برایتان میدوزم. دیگر حرفش را هم نزنید. آکاکی خواست چیزی بگوید اما پتروویچ خودش را به آن راه زد و ادامه داد: نگران نباشید، یکی کاملا نوش را برایتان میدوزم. مطمئن باشید چیز تمیزی از آب در خواهد آمد، حتی شاید بر طبق آخرین مد روز. حالا دیگر آکاکیویچ پی برد که هیچ راه دیگری جز تهیه یک شنل نو برایش نمانده است و قلبش فرو ریخت. پولش را از کجا باید می آورد؟ البته کاملا ممکن بود روی پاداش عید حساب کند، اما آن را هم از مدتها پیش برای امر دیگری کنار گذاشته بود. به شلوار نو احتیاج داشت و تازه میبایست قرض عقب افتاده کفاش را که چکمه هایش را تخته انداخته بود بپردازد. غیر از این میبایست 3 پیراهن و 2 لباس زیر که اسم بردنشان اینجا از ادب دور خواهد بود نیز سفارش دهد. خلاصه به این ترتیب تمام پول پیشخور شده بود و حتی اگر رئیس آنقدر سخاوت به خرج میداد که پاداشش را به 45 یا حتی 50 روبل برساند، باز آنچه میماند مبلغ ناچیزی بود و در مقابل قیمت شنل به مثابه قطره‌ای بود در برابر دریا. اگرچه میدانست که گاهی پتروویچ به سرش میزد و قیمت بسیار مبالغه آمیزی پیشنهاد میداد، تا به حدی که زنش خودداری نمیتوانست و میگفت عقلش را از دست داده است. پیر ابله یک روز تقریبا مجانی کار قبول میکند و روزی دیگر دستمزدی میخواهد که حتی بیشتر از سر خودش میارزد. اگرچه میدانست که پتروویچ به 80 روبل رضایت خواهد داد، اما این هم مسئله‌ای را حل نمیکرد. همین قدرش را هم از کجا میبایست فراهم کند؟ شاید میتوانست به هر نحو نصف این مبلغ یا حتی کمی بیشتر را جور کند. اما نصف بقیه را چی میشد کرد؟ پیش از اینکه این بحث را دنبال کنیم، خواننده باید آگاه باشد که نصف اولی چگونه تأمین میشد. آکاکیویچ در مقابل هر 1 روبل که کار میکرد، نیم کپک توی قلک کوچکی که همیشه درش قفل بود میانداخت. آخر هر 6 ماه پولی را که جمع شده بود میشمرد و با سکه های نقره تعویض میکرد. مدت‌ها بود که این کار را ادامه میداد تا بعد از سالها اکنون مبلغی در حدود 40 روبل جمع کرده بود. به این ترتیب نصف پول را داشت، اما بقیه را چی میشد کرد؟ آکاکی فکر کرد و سرانجام تصمیم گرفت مخارج روزانه اش را حداقل برای 1 سال تقلیل دهد. میبایست از نوشیدن چای عصرها صرف نظر کند، شبها را بی شمع سر کند و اگر نیازی به پاک‌نویس کردن پیدا میشد به اتاق صاحب خانه اش برود و این کار را در آنجا انجام دهد. میبایست روی سنگ فرش خیابان حتی الامکان به آرامی قدم بردارد، حتی نوک پا راه برود
تا تخت کفش‌هایش ساییده نشوند. ملافه‌اش را به رختشویی ندهد برای اینکه زیر پوش‌هایش بیشتر عمق کنند، به محض رسیدن به خانه آنها را بکند و فقط همین ربط و شمر کلفت نخیش را به تن کند. خود این ربط و شمر متعلق به دوران‌های باستانی بود، ولی زمانه با آن مدارا کرده بود. راستش برای آکاکیویچ در ابتدای امر تحمل این محدودیت‌ها دشوار می‌نمود، اما به تدریج به وضعش خو گرفت. حتی خودش رو عادت داد که شب‌ها رو بیشام به سر کنه. در عوض با فکر شنلی که قرار بود یک روز مال او بشه، خودش رو از نظر روحی تغذیه میکرد. با این رژیم غذایی جدید زندگیش غنی‌تر شده بود. گویی ازدواج کرده و شخص دیگری همیشه همراهش بود. گویی دیگر تنها نبود و رفیق همدمی داشت که قسم یاد کرده بود راه دشوار زندگی را تا به آخر با او بپیماید. و این رفیق کسی نبود جز شنل با لایه دوزی ضخیم پشمی و آستر محکم که چنان دوخته شده بود که عمر دوام آورد. چنان مردی که هدفش رو در زندگی شناخته باشد، سرزنده تر و ثابت قدم تر شده بود. بی ارادگی و ناپیگیریش، به عبارت دیگر تمام جنبه های ضعیف و پوچ شخصیتش، به کلی از وجودش رخت بربست. گاهی شعله‌ای در چشمانش می درخشید و حتی افکار جسورانه و متحورانه‌ای چون برق از ذهنش می گذشت. مثلا فکر می کرد خب چطور است یک یقه خز هم تهیه کنه؟ این افکار کاملا فکرش را به خود مشغول کرده بود. یک بار که نزدیک بود هنگام پاک نویس کردن کلمه ای را اشتباه بنویسد، تقریبا فریاد زد خدایا و بر خودش صلیب کشید. حداقل ماهی یک بار به پتروویچ سر میزد و درباره شنلش با او مشورت میکرد که بهتر است پارچه‌اش را از چه مغازه‌ای تهیه کند، چه رنگی باشد و چقدر بالایش بدهد. همیشه از نزد پتروویچ با رضایت خاطر اگرچه کمی نیز نگران به خانه باز میگشت و روزی را از نظر میگذراند که تمام آنچه را لازم بود میخرید و شنل حاضر میشد. کارها سریعتر از آنچه امید داشت پیشرفت میکرد. رئیس نه 40 یا 45 روبل بلکه 60 روبل تمام به او پاداش داد که حتی خوابش را هم نمیدید. حال این کار رئیس شاید روی آگاهی به نیاز او به شنلی تازه بود و یا کاملا تصادفی، به هر حال آکاکیویچ صاحب یک 20 روبل اضافی غیر منتظره شد. نتیجتا همه چیز سریعتر پیش میرفت. بعد از 2-3 ماه دیگر تحمل نیمه گرسنگی، آکاکیویچ سرانجام موفق شد 80 روبل را جور کند. قلبش که معمولا آرام میزد دیگر چنان تپشی داشت که میخواست از جا کنده شود. درست روز بعدش همراه پتروویچ برای خرید رفت. پارچه‌ای بسیار مرغوب تهیه کردند و در واقع هم جز این نمیتوانست باشد، چرا که 6 ماه گذشته را فقط به بحث در اطراف این مسئله گذرانده بود و از 1 ماه پیش هم روزی نمیگذشت که به تمام مغازه ها سر نزنند و پارچه ای از این بهتر هیچ جای دیگر هم گیر نمی آمد. برای یقه پوست خز نخریدند چون واقعا گران بود، اما در عوض پوست گربه گرفتند. دوختن شنل 2 هفته تمام وقت گرفت، چرا که پتروویچ میبایست سر تا سرش را لایه دوزی کند وگرنه کار خیلی زودتر حاضر میشد. دستمزدی که پتروویچ معین کرد 12 روبل بود، از این کمتر که حرفش را هم اصلا نمیشد زد. یخ ابریشمی به کار برده بود، یخه های ظریف زده بود و تمام هنر و ظرافتش را به کار گرفته بود تا طرح‌های زیبایی از کار درآورد. روزی که سرانجام پتروویچ شنل را تحویل داد، دقیقاً نمیتوان گفت که کدام روز بود، اما احتمالاً بزرگترین روز زندگی آکاکیویچ بود. صبح زود، حتی پیش از آن که آکاکیویچ راهی اداره شود، آن را به خانه آورد. شنل هرگز در موقعیتی بهتر از این نمیتوانست تحویل شود، چرا که دوره یخبندان سخت شروع شده بود و احتمال میرفت سخت‌تر هم بشود. پتروویچ شنل را شخصاً تحویل داد، چنان که برازنده یک خیاط خوب است. آکاکی هرگز تا به آن روز او را چنان با وقار ندیده بود. به نظر می‌رسید کاملاً آگاه است که موفقیت به دست آمده. موفقیت عادی نیست و با به ثمر رساندن این کار نشان داده است که دره عمیقی خیاط‌های وصل پینه‌کار را از خیاط‌هایی که لباس‌های نو می‌آفرینند جدا می‌کنند. شنل را از میان دستمال بزرگی که تازه از خشکشویی گرفته بود بیرون آورد.
بعد دستمال را به دقت تا کرد و برای استفاده بعدی توی جیبش گذاشت. آنگاه با افتخار و غرور شنل را با دو دست گرفت و با مهارت تمام روی شانه آکاکی آکاکیویچ انداخت. دامنش را کشید، شانه هایش را صاف کرد و آخر سر یقه‌اش را هم به تنش جفت کرد. آکاکیویچ با وسواس آدم‌های میانسال خواست تا یک بار دیگر هم شنل را بپوشد و حتی در این حالت هم شنل کاملا غالب تنش بود. خلاصه بی شک و تردید شنلی کاملا برازنده بود. پتروویچ فراموش نکرد متذکر شود که فقط به خاطر اینکه مغازه‌اش در کوچه پس کوچه است و تابلو ندارد و آکاکی هم مشتری قدیمیش است، این چنین دستمزد ناچیزی طلب می‌کند و اگر آکاکی به یکی از خیاط‌های بلوار نیفسکی مراجعه کرده بود فقط 75 روبل بابت دستمزد می‌گرفتند. آکاکیویچ تمایل نداشت که در این موضوع بیشتر وارد بحث شود، چرا که از قیمت‌های بالایی که پتروویچ برای تحت تأثیر قرار دادن مشتریانش صحبت می‌کرد وحشت داشت. با پتروویچ تسویه حساب کرد و تشکر کرد و با همان چنل نو مستقیما راهی اداره شد. پتروویچ هم به دنبالش خارج شد و همانجا ایستاده از دور شنلی را که خودش دوخته بود تماشا کند. پس عمدن راهش را کج کرد و از خیابانی فرعی بالا رفت، به طوری که درست از روبروی آکاکیویچ سر درآورد و نگاهی نیز از این جهت به شنل انداخت. در همین موقع آکاکیویچ ذوق کرده و خوشحال راهش را به سوی اداره ادامه میداد. حتی لحظه ای از فکر شنل نوعی که به تن داشت غافل نبود. حتی چندین بار از زور نشأه و کیفوری بی اختیار لبخند زد. در واقع نیز شنل دو امتیاز داشت. اولا گرم نگه می داشت و در ثانی نشأه‌اش می کرد. اصلا توجه نداشت که کجا می رود و ناگهان خودش را توی اداره یافت. در راهرو شنل را کند، با احتیاط همه جایش را وارسی کرد و بعد با توصیه‌های مکرر به دست دربان داد. معلوم نیست چطور به سرعت برق همه کارمندان اداره باخبر شدند که آکاکیویچ زیرپوش را کنار گذاشته و شنل نو پوشیده است. به محض اینکه وارد اداره شد همه به راهرو هجوم آوردند تا شنل نو همکارشان را تماشا کنند. چنان او را غرق در تبریکات گرم و صمیمانه خودشان کردند که او اول گل از گلش شکفت ولی بعد پاک دست پاچه شد. همه دورش کردند و گفتند بایستی حتما شیرینی شنل تازه را بدهد و اصرار می‌کردند که حداقل باید سوری توی خانه‌اش بدهد. آکاکیویچ خودش را باخته بود، نمیدانست چه جوابی بدهد و چطور از این کار شانه خالی کند. پس از چند دقیقه که بدین حال بود تا بناگوش سرخ شد و خیلی ناشیانه و ساده لوحانه سعی کرد متقاعدشان کند که شنل اصلا تازه نیست و همان شنل قدیمی است. سرانجام یکی از کارمندان که رتبه سرمنشی داشت، شاید به این دلیل که نشان دهد از آنهایی نیست که قیافه می‌گیرد و حتی حاضر است با زیر دستان هم پیاده شود، گفت بسیار خوب، به جای اون من سور می‌دهم. امشب همه تان خانه من هستید، اتفاقا روز تولدم هم هست. طبیعتا همه به سرمنشی تبریک گفتند و مشتاقانه دعوتش را پذیرفتند. وقتی آکاکیویچ خواست از حضور در مهمانی عذر بخواهد، متفقاً گفتند که این کار بی‌ادبی و خجالت آور خواهد بود و برای رد کردن دعوت هیچ عذری پذیرفته نیست. البته بعداً خودش هم با این فکر که رفتن به مهمانی فرصتی دیگر برای پوشیدن شنل تازه‌اش به او خواهد داد خوشنود شد. تمام آن روز برای آکاکیویچ مانند بزرگترین اعیاد بود. با نهایت شادمانی به خانه بازگشت، شنلش را درآورد، با دقت تمام به جا لباسی آویخت و مدت زیادی با تحسین به پارچوب و آستر شنل خیره ماند. آنگاه شنل کهنه‌اش را که دیگر کاملا زوار در رفته بود بیرون آورد تا با شنل تازه مقایسه‌اش کند. در حین مقایسه نمی‌توانست جلوی خنده‌اش را بگیرد. چه اختلاف فاحشی! در طول مدت صرف نهار فکر شنل کهنه و وضعیت اسفناکش او را به خنده میانداخت. نهار را با لذت و اشتها خورد و بعداً هم اصلا چیزی پاکنویس نکرد، بلکه تسلیم لذت دراز کشیدن روی تخت شد و تا تاریک شدن هوا به همان حال ماند. بعد بی هیچ تأخیر لباسهایش را پوشید، شنلش را روی دوش انداخت و از خانه خارج شد. متاسفانه من قادر نیستم محل دقیق زندگی کارمندی را که سور داده بود ذکر کنم. حافظه من کم کم ناامید کننده می شود. خانه و خیابانها و همه چیز پترزبورگ در ذهنم چنان قاطی می شود که برایم بی نهایت مشکل است. تنها نکته‌ای که به طور قاطع می توانم بگویم این است که خانه کارمند مزبور در
بهترین نقطه شهر قرار داشت و از همین نکته نیز میتوانیم استنباط کنیم که خانه‌اش کیلومترها و کیلومترها از خانه آکاکی آکاکیویچ فاصله داشت. ابتدا آکاکی آکاکیویچ میبایست از خیابانهای خالی و کم نور عبور کند، اما هرچه به خانه کارمند نزدیکتر میشد خیابانها شلوغ‌تر، زنده‌تر و پر نورتر میگشتند. جمعیت زیادی در خیابانها مشغول گردش بودند و در میانشان او به بانوانی با لباسهای زیبا و آقایانی با پالتوی پوست برخورد میکرد. آکاکی آکاکیویچ چنان محو تماشای این منظره شده بود که گویی در تمام عمرش شاهد چنین چیزی نبوده است. چندین سال بود که برای گردش از خانه خارج نشده بود. با کنجکاوی مقابل ویترین نورانی مغازه‌ای توقف کرد تا تابلویی را تماشا کند که دختری را در حال کندن کفشش نشان میداد و در نتیجه پای بسیار خوش ترکیبش هم پیدا بود و مردی از لای در او را دید می‌زد. آکاکی سری تکان داد، لبخندی زد و به راهش ادامه داد. چرا لبخند زد؟ شاید به خاطر دیدن چیزی که قبلا هرگز به چشمش نخورده بود و به هر حال همه ما نسبت به آن کششی غریزی داریم. یا شاید مثل اغلب کارمندان اداری او هم با خودش فکر میکرد امان از دست این فرانسوی ها. اگر بخواهند در موضوعی ظرافت کنند آن وقت دیگر منظورم این است که در واقع چیزی شاید هم اصلا چنین فکری از خاطره نمیگذشت، چرا که غیر ممکن است بتوان در عمق روح کسی نفوذ کرد و افکارش را خواند. سرانجام به خانه سرمنشی رسید. این سرمنشی به سبک اعیان اشراف می‌زیست. چراغی بالای راه پله‌ها می‌سوخت و آپارتمان در طبقه دوم بود. آکاکی آکاکیویچ وارد سرسرا شد. چندین ردیف بالش که کنار دیوار چیده شده بود مشاهده کرد. وسط اتاق هم سماوری جز و جز می‌کرد و بخار از آن بلند می‌شد. انبوهی پالتو و شنل از دیوار آویزان بود که حتی برخیشان یقه خز یا یقه برگردانه مخملی داشتند. از آن سوی دیوار صدای همهمه‌ای به گوش می‌رسید که با باز شدن در ناگهان واضح‌تر و بلندتر شد. مستخدمی با سینی گلاس‌هایی خالی و یک ظرف بیسکویت از اتاق خارج شد. شکی نبود که کارمندان از مدتی پیش آنجا جمع شده بودند و حتی اولین فنجان چایشان را هم سرو کرده بودند. آکاکی آکاکیویچ با دست خودش شنلش را به دیوار آویخت و بعد وارد اتاق شد. از دیدن منظره شمع‌ها، کارمندان، پیپ‌ها و میز قمار جا خورد. گوشهایش از صدای پچ‌پچ‌هایی که از هر گوشه اتاق بلند بود و جلو و عقب کشیدن صندلی‌ها سود می‌کشید. دست پاچه درست وسط اتاق ایستاده بود و دور و بر را نگاه می‌کرد. معطل بود که چه بکند، اما متوجه حضورش شدند و با فریادهای بلند خوش آمد گفتند و ناگهان همگی به سرسرا ریختند تا دوباره شنل تازه‌اش را تماشا کنند. آکاکی خجالت زده شده بود، اما از آنجایی که آدمی ساده‌لوح و زود باور بود نمیتوانست از تمجیدات و تحسین‌هایی که نثار شنلش میشد احساس خوشحالی نکند. البته پرواضح است که همه بلافاصله او و شنلش را به حال خودشان رها کردند و سر بازی ویستشان برگشتند. حضور آن همه آدم، آن سر و صداها و آن صحبت‌ها همه برای آکاکی آکاکیویچ تازگی داشت. مطلقا نمیفهمید چه باید بکند، دستها، پاها و یا هر عضو دیگرش را کجا بگذارد. آخر سر روی یک صندلی کنار میز بازی نشست و مشغول تماشای ورق‌ها و صورت یکی که بازیکنان شد. در فاصله بسیار کوتاهی حوصله‌اش سر رفت و شروع به خمیازه کشیدن کرد، خصوصا که وقت خوابش هم گذشته بود. سعی کرد از میزبان اجازه مرخصی بخواهد، اما بقیه مهمان‌ها جملگی اعتراض کردند و گفتند که هنوز باید به سلامتی شنل تازه‌اش شامپاین بخورند. ساعتی بعد شام آوردند. شام عبارت بود از سالاد، گوشت گوساله، کلوچه قیمه‌دار و شامپان. 2 گلاس شامپان هم به آکاکی آکاکیویچ خوراندن که باعث شد همه چیز دلپذیرتر در نظرش جلوه کند. اما به هر حال فراموشش نمیشد که ساعت از 12 هم گذشته است و او میبایست ساعتها پیش توی خانه‌اش باشد. برای اینکه میزبان دیگر مانع رفتنش نشود، یواشکی و بی سر و صدا از اتاق بیرون خزید. شنلش را در سرسرا پیدا کرد. متاسفانه شنل روی زمین افتاده بود. آن را کاملا تکاند، روی دوش انداخت و خارج شد. بیرون هنوز چراغ‌ها روشن بودند. از شکاف زیر در مغازه‌هایی هم که بسته بود شعاع‌هایی از نور بیرون میتابید و نشان میداد که هنوز افرادی داخل مغازه مشغول صحبت هستند. اینها به احتمال قوی خدمتکاران زن و مردی بودند که فارغ از اربابانشان که در دل شب به خودشان مشغول بودند هنوز به رد و بدل کردن آخرین شایعات و اراجیف روز ادامه میدادند.
آکاکی آکاکیویچ کاملا سرحال و سرخوش راهش را میرفت و حتی یک بار وقتی که زنی که تمام هیکلش را میجنباند مثل برق از کنارش گذشت. خدا میداند به چه منظور چند لحظه‌ای چند قدم به دنبالش رفت، اما بلافاصله ایستاد و همچنان که از تند شدن بی‌دلیل قدم‌هایش متعجب بود، دوباره با قدم‌های عادی به راه افتاد. به زودی به همان خیابان‌های خالی و بیروح رسید که حتی روزش هم سود و کور به نظر می‌رسید، چه رسد به شب. در آن ساعت دیگر خیابان‌ها منظره‌ای کاملا شوم و ترسناک داشتند. چراغ‌های خیابان کاملا کم سو بود. جناب شهردار در مورد نفت چراغ‌های این قسمت از شهر کمی خست به خرج می‌داد. بعد به کنار خانه‌های چوبی و زاغه‌ها رسید. هیچ روحی در آن حوالی به چشم نمی‌خورد. تنها برف بود و برف که خیابان‌ها را سفید پوش کرده بود و اشباح سیاه و ملال‌انگیز کلبه‌های محقر که پشت پرده‌های کشیده گویی به خواب رفته بودند. حال به نقطه‌ای از خیابان رسیده بود که به میدان درندشتی وصل می‌شد و در آن سویش خانه‌ها به سختی دیده می‌شدند. بیابانی خوف‌انگیز. از آن دورها نور کمسویی از کیوسک نگهبانی که گویی در انتهای دنیا قرار گرفته بود به چشم می‌خورد. آکاکی وقتی به این نقطه رسید، آن سرزندگی و سرحالیش به میزان قابل توجهی محو شد. همچنان که به سوی میدان می‌رفت، نمی‌دانست چگونه بر احساس وحشتی که در درونش سرریز می‌کرد غلبه کند. گویی احساس می‌کرد که حادثه شومی در کمینش است. پشت سر و دور و برش را نگاه کرد. انگار وسط اقیانوسی بود. با خودش فکر کرد نه، بهتر است نگاه نکنم و با چشمان بسته به راهش ادامه داد. وقتی دوباره چشمهایش را باز کرد تا ببیند چقدر راه باقی مانده است، ناگهان دو مرد سیبیلو را پیش رویش دید. هوا به قدری تاریک بود که نمیشد کاملا صورتشان را تشخیص داد. چشمانش تار شد و قلبش به تپش افتاد. یکیشان با صدای دورگه یقه‌اش را چسبید و گفت آها، این چنل که مال منه. آکاکی آکاکیویچ میخواست فریاد بزند و کمک بطلبد، اما آن مرد دیگر مشتش را که به بزرگی سر یک کارمند بود جلوی صورت او گرفت و گفت مگه جیکت در نیاد. تنها چیزی که از باقی ماجرا به خاطر آکاکی آکاکیویچ مانده بود این بود که آنها شنل را از تنش بیرون کشیدند، یک اردنگی حوالش کردند و با صورت به روی برها انداختندش. چند دقیقه بعد هوش آمد و به پا خاست، اما دیگر هیچ کس آن دور و بر نبود. تنها چیزی که حس می‌کرد این بود که شنلش نیست و دارد از سرما یخ می‌زند. شروع به فریاد زدن کرد، اما صدایش چنان ضعیف بود که در میدانی به آن وسعت ممکن نبود به گوش کسی برسد. با ناامیدی تمام و بیان که لحظه‌ای دست از فریاد زدن بردارد به سوی کیوسک نگهبانی دوید. کنار کیوسک پاسبان پست به چماقش تکیه داده و ایستاده بود و با تعجب نگاه می‌کرد ببیند این کدام ملعونی است که چنین فریاد زنان به سویش می‌دود. آکاکی وقتی خودش را به پاسبان رساند، همچنان که نفس می‌زد فریاد زنان متهمش کرد که سر پست به خواب رفته است و وظیفه‌اش را انجام نداده است و حتی وقتی جلو چشمش مردی را لخت کردند نتوانست است کاری انجام دهد. پاسبان جواب داد که هیچ چیز ندیده است مگر دو مرد که وسط میدان به او برخوردند و گمان برده است دوستانش هستند و توصیه کرد به جای اینکه بی جهت جوش بزند بهتر است به خانه برود و فردا صبح اول وقت جریان را به بازرس پلیس ناحیه گزارش دهد و آن وقت بازرس دزدها را پیدا می کند و شنلش را به او باز می گرداند. آکاکی آکاکیویچ به حال نزار و اسفناکی خودش را به خانه رساند. موهایش هنوز چند تایی مو اینجا و آنجای سرش باقی مانده بود. ژولیده شده بودند و تمام سینه و شلوار و همه جای بدنش پوشیده از برف بود. پیرزن صاحبخانه با شنیدن صدای ضربه‌های وحشتناک بر در با عجله از رخت خواب بیرون پرید، لباسش را از روی حیاط دور اندامش پیچید و یک پا به کفش و یک پا برهنه خودش را پشت در رساند. اما وقتی در را باز کرد و حال و روز آکاکی آکاکیویچ را مشاهده کرد، از ترس عقب جهید. به هر حال پس از اینکه شرح ماوقع را شنید، با تأسف دست به هم کوفت و توصیه کرد که مستقیما به رئیس پلیس ناحیه مراجعه کند، چرا که افسر نگهبان محل جز اینکه چند دروغ تحویل بدهد و با وعده‌های دلخوش کنک سر بدواندش کاری برایش انجام نمی‌دهد و همان بهتر که پیش رئیس برود که اتفاقا آشنایشان هم هست، چون آنا همان دختر فنلاندی که قبلا آشپزشان بود حالا در خانه رئیس دایگی میکرد. علاوه بر این او خودش اغلب رئیس را میدید که از کنار خانهشان میگذشت و هر یک شنبه نیز کلیسا میرفت و
هنگام دعا به همه لبخند میزد و خلاصه از هر جهت مردی خوشقلب و با خدا بود. آکاکی آکاکیویچ این توصیه ها را شنید و اندوهگین به اتاقش رفت. اینکه چگونه شبی را گذراند فقط برای آنانی قابل درک است که میتوانند خودشان را جای دیگران بگذارند. فردا صبح زود به خانه رئیس مراجعه کرد اما گفتند خواب است. ساعت 10 دوباره مراجعه کرد اما باز هم شنید که رئیس هنوز خواب است. ساعت 11 رفت، گفتند رئیس بیرون رفته. وقتی یک بار دیگر موقع نهار رفت، منشی‌هایش به هیچ وجه حاضر نبودند به داخل راهش بدهند، مگر آنکه قبلا به آنها میگفت که چه کار دارد، چرا آمده و چه اتفاقی برایش افتاده است. اما آکاکیویچ برای اولین بار در زندگیش با قاطعیت روی حرفش ایستاد و گفت که فقط باید شخصا رئیس را ببیند و آنان حق ندارند او را که برای کاری اداری مراجعه کرده است سر بدوانند و در غیر این صورت عواقب شکایتی که مطرح می‌کنند به پای خودشان است. منشی‌ها این بار دیگر جرأت مخالفت نیافتند و یکیشان رفت تا رئیس را خبر کنند. اما عکس العمل رئیس نسبت به این جریان سرقت بسیار عجیب. به جای آنکه مستقیما به اصل مسئله بپردازد، به طرح سوالات انحرافی از آکاکیویچ پرداخت. مثلا پرسید در آن دیر وقت شب شما در خیابان چه می‌کردید؟ یا نکند توی یکی از این اشرت کده ها بودید؟ که نتیجتاً آکاکی که از شرم سرخ شده بود و خودداریش را از دست داده بود، بیان که حتی بداند آیا به مسئله دزدیده شدن شنلش رسیدگی خواهند کرد یا نه، از اداره بیرون رفت. برای اولین بار در زندگیش دیگر آن روز اصلاً به اداره نرفت. صبح روز بعد با رنگ پریده و شنل کهنه‌اش که این بار دیگر به تنش زار میزد حاضر شد. جریان به سرقت رفتن شنل بسیار از کارمندان را متأثر کرد، گرچه بعضیشان حتی در این حال نیز از مسخره کردن و دست انداختن آکاکیویچ خودداری نکرد. همانجا تصمیم گرفته شد که برای کمک کردن به او از کارمندان پول جمع کنند. اما پولی که جمع شد بسیار ناچیز بود، چرا که قبلا مبلغ قابل توجهی برای تهیه تمثالی از مدیر کل و خرید کتابی که رئیس قسمت توصیه کرده بود، گویا نویسنده از دوستانش بوده، پول جمع کرده بودند. نتیجتا آنچه فراهم آمد چیزی نزدیک به هیچ بود. یکی از کارمندان که عمیقاً از این جریان متأثر شده بود تصمیم گرفت حداقل با دادن توصیه‌ای عاقلانه آکاکیویچ را در این کار کمک کند. او گفت که مراجعه به پلیس بیهوده است، چون اگرچه ممکن است به امید دریافت تقدیرنامه از بالادستی‌ها شنلش را به هر طریق پیدا کنند، اما او تا نتواند با ارائه مدرک قانونی لازم مالکیت شنل را به اثبات برساند، شنل را نخواهد توانست از اداره پلیس پس بگیرد. بنابراین بهتر بود که به شخص متنفذ میتوانست با نوشتن یادداشتی و تماس گرفتن با مسئولین مربوطه کارها را سریعتر به جریان اندازد. آکاکی چاره دیگری نداشت، لذا تصمیم گرفت که به دید این شخص متنفذ برود. منصب و مقام این شخص متنفذ چه بود و دقیقاً چه سمتی داشت را به امروز معلوم نشده است. تنها میتوانیم بگوییم که این شخص متنفذ تنها از چندی پیش متنفذ گشت و قبل از آن کاملاً غیر متنفذ بود. به هر حال حتی در موقعیت فعلیش هم در قیاس با آنهایی که بسیار متنفذ بودند چندان متنفذ به حساب نمی آمد. ولی اغلب آنچه در نظر طبقه‌ای از افراد کوچک و پیش و پا افتاده می آید در نظر طبقات دیگر مردم خیلی مهم و بزرگ جلوه می کند. به هر صورت این شخص تمام روش‌ها و راه‌های لازم را برای تحکیم اعتبار و نفوذش به کار می گرفت. مثلا مقرر داشته بود که کلی کارمندان هنگام ورودش به اداره در سرسرا از او استقبال کنند. هیچ کس نمی بایست مستقیما به دفتر او مراجعه کند و همه امور می بایست کاملا از طریق سلسله مراتب انجام گیرد. کارمند دبیرخانه می بایست به منشی دفتر گزارش دهد و منشی دفتر به رئیس دفتر یا هر فرد مسئول دیگری که تعیین شده باشد و به همین ترتیب الی آخر، تا اینکه آخرالامر موضوع به اطلاع خود او برسد. در این روسیه مقدس ما همه چیز از عشق مفرط به تقلید مسموم شده است و هر کسی سعی دارد ادای مافوقش را درآورد. حتی شنیده‌ام کارمند دونپایه‌ای که به ریاست یکی از ادارات بی اهمیت دولتی گمارده شده بود، بلافاصله قسمتی از اتاقش را دیوار می‌کشد و آن را اتاق انتظار می‌کند و 2 دربان با یقه سرخ و نوار طلایی جلوی در می‌گذارد تا هنگام ورود ارباب رجوع در را باز کند. گرچه این به اصطلاح اتاق انتظار
حتی به زحمت گنجایش یک میز تحریر را داشته. روش جاری اداری این شخص متنفس بسیار پرطمطراق و با ابهت اما در این حال ساده بود. کل سیستمش بر پایه انضباط خشک قرار داشت. مرتبا تکرار میکرد انضباط و همیشه هم پس از 3 بار تکرار این لغت با وقار و هیبت به صورت مخاطبش چشم میداد. اما در واقع این امر هیچ نیازی به این انضباط سخت وجود نداشت، چرا که کارمندان همگی از او کاملا حساب میبردند. هرگاه که سایه‌اش از دور پیدا میشد، هر کس هر کاری که داشت رها میکرد و تا عبور او حالت احترام میایستاد. صحبت‌های روزمره او با زیر دستانش بوی کثافت میداد و فقط از همین 3 جمله تشکیل میشد. چطور جرأت میکنی؟ هیچ میدونی با کی طرف هستی؟ هیچ متوجهی در حضور کی هستی؟ ولی به هر حال روی هم رفته مرد خوشقلبی بود و نسبت به همکارانش احساسی از عطوفت و حمایت داشت. اما ارتقا به مقام مدیر کلی به یک باره از این رو به آن رویش کرده بود. به خودش باد میکرد، خودش را گم کرده بود و خلاصه نمیدانست که دیگر چه بکنه. البته در برخورد با افراد هم رتبه خودش رفتاری عادی و شایسته داشت و در حقیقت به هیچ رو کودن و خودبین نمی نمود. اما در برابر افرادی که حتی فقط 1 رتبه پایین تر بودند از خودش بیخبر نمی شد. دیگر حتی 1 کلمه هم حرف نمی زد و آدم با دیدن این وضع دلش به حالش می سوخت، خصوصا که خودش هم خوب می دانست که می تواند اوقات خوشتری داشته باشد. گاهی اوقات حتی این میل شدید به داخل شدن در صحبت جمع از چشمانش پیدا بود، اما همواره از این کار امتناع میکرد، با این فکر که نکند این کار دون شأنش باشد، نکند بیش از حد خودمانی شدن به موقعیتش لطمه بزند. با این استدلال همیشه خاموش میماند و تنها گاه به گاه کلمی به زور از دهانش بیرون میآمد و نتیجتاً به عنوان آدمی ملال‌انگیز و مزاحم شهرت یافته بود. چنین بود شخص متنفذی که آکاکیویچ ما برای درخواست کمک به نزدش رفت و اتفاقا نامناسب ترین موقعیت ممکن را برای این کار انتخاب کرد. البته نامناسب ترین از نظر آکاکیویچ و مناسب ترین از نظر آن شخص متنفذ. شخص متنفذ در اتاقش نشسته بود و با یکی از آشنایان قدیمی و دوستان دوران بچگیش که تازه وارد پیترزبورگ شده بود و چندین سال بود همدیگر را ندیده بودند گپ میزد. درست همین موقع به اطلاعشان رساندند که یک باشماخچین اجازه ملاقات میخواهد. به تندی پرسید چه کار است؟ پاسخ داده شد کارمند است و شخص متنفذ جواب داد بگویید منتظر باشد، فعلا وقت ندارم. البته باید متذکر شویم که شخص متنفذ کاملا دروغ میگفت. او کاملا آزاد بود. صحبتش را با رفیقش تمام کرده بود و زمانی چند بود که دیگر حرفی برای گفتن پیدا نمی کردند و تنها در فاصله سکوت‌های طولانی با دست بر ران همدیگر می‌کوبیدند و می‌گفتند که اینطور ایوان آبراموویچ، عجب استپوارلاموویچ. با این حال باز هم آن کارمند را منتظر گذاشت، تنها برای اینکه به این دوست قدیمی که مدت‌ها بود از خدمت دولتی کنار گرفته بود و در ملک روستایی‌اش ساکن بود نشان دهد که می‌تواند هر قدر بخواهد ارباب رجوع را به انتظار بگذارد. سرانجام وقتی که آن دو تمام حرف‌هایشان را زدند و یا به عبارت بهتر هر قدر که دلشان می‌خواست روی مبل‌های نرم و راحتشان لم دادند و بیان که کلمه‌ای با هم حرف بزنند سیگارهایشان را دود کردند، ناگهان شخص متنفس به یاد کارمند افتاد و رو به منشی که پرونده به دست دم در ایستاده بود کرد و گفت گمانم کارمندی بیرون منتظر است، بگویید داخل شود. با دیدن قیافه سربزیر و غمگین آکاکیویچ و آن شنل مندرسش با حرکتی ناگهانی به سوی او برگشت و گفت خب چه می‌خواستی؟ و این کلمات را با همان صدای خشن و آمرانه‌ای ادا کرد که به خاطرش از 1 هفته پیش از انتصابش به سمت مدیر کلی در خلوت و تنهایی جلوی آینه تمرین می‌کرد. آکاکیویچ که احساس ترس تمام وجودش را پر کرده بود و آرامشش را از دست داده بود، تا آنجا که زبان بند آمدهش اجازه میداد و با عرض کنم که و در واقع‌هایی بیش از همیشه سعی می‌کرد توضیح دهد که شنلش که تازه هم بوده و به وحشیانه ترین صورت به سرقت رفته است و او آمده تا از شخص متنفس بخواهد که با استفاده از نفوذش با نوشتن یادداشتی به رئیس پلیس یا هر کس دیگر و یا هر کار که صلاح است او را در یافتن شنلش کمک کند.
معلوم نیست به چه دلیل در نظر مدیر کل این نحوه درخواست آکاکیویچ بیش از حد خودمانی جلوه کرد. دوباره با تندی و خشونت گفت منظورتان چیست آقا؟ مگر از روش جاری اداری اطلاع ندارید؟ فکر کردید کجا هستید؟ نمیدانید که امور در این اداره از چه سلسله مراتبی میگذرد؟ باید اول عریضه تان را به دبیرخانه بدهید، بعد به سرمانشی، بعد به رئیس بخش، بعد به رئیس دفتر و بعد عریضه را برای تصمیم گیری به من میدهند. آکاکیویچ سعی کرد تهمانده جسارت ناچیزش را جمع کند و همچنان که عرق از سر و صورتش روان بود گفت اما حضرت اشرف، من جسارتاً خدمت حضرت اشرف رسیدم، چون خب البته منشی‌ها میدانید که زیاد نمیشود مطمئن بود. شخص متنفس فریاد زد چی؟ این مزخرفات را از کجا آورده اید؟ این چرت و پرت ها دیگر چیست که سرهم میکنید؟ جوانهای امروز این کله شقی را از کجا یاد گرفتند؟ واضح است که شخص متنفس توجه نداشت که آکاکیویچ سنش از 50 هم بالاتر است. البته در قیاس با یک شخص 70 ساله ممکن بود او را جوان به حساب آورد، اما فقط در چنین قیاسی. هیچ میفهمید با چه کسی طرف صحبت هستید؟ هیچ میدانید در مقابل چه کسی ایستاده اید؟ نه، واقعا میپرسم، هیچ اصلا میفهمید؟ میشنوید؟ با شما هستم. در این لحظه پایش را بر زمین کوفت و فریادش را چنان بلند کرد که دیگر این فقط آکاکی نبود که هوش از سرش پرید. آکاکیویچ تقریبا داشت غش میکرد. تلو خورد، بدنش لرزید، به سختی توانست خودش را سر پا نگه دارد و اگر دربانها به کمکش نشرافته بودند نقش زمین میشد. شخص متنفس خوشنود و سر از پا نشناس از اینکه سخنانش تأثیری بسیار فراتر از انتظار به بار آورده بود و چند کلمه اش هوش از سر یک نفر پرانده بود، نگاهی از گوشه چشم به دوستش انداخت تا ببیند چه عکس العملی دارد و از مشاهده اینکه دوستش به فکر فرو رفته است و حتی علائم ترس از صورت او نیز پیداست احساس رضایت کرد. آکاکیویچ به یاد نمی آورد که چگونه از پله ها پایین رفته بود و خودش را به خیابان رسانده بود. دستها و پاهایش کاملا بی‌حس شده بودند. هرگز در تمام عمرش به یاد نداشت که این چنین از جانب مدیر کلی مورد عطا قرار گرفته باشد و تازه آن هم از مدیر کل اداره دیگر. در میان صفیر کولاک و باد با دهان کاملا باز تلاش میکرد راهش را باز کند، اما مرتبا سکندری میخورد. باد چنان که معمول سنت پیترزبورگ است از هر 4 سو شلاق میکشید. در یک چشم به هم زدن گلویش ورم کرد و سرانجام زمانی توانست خودش را به خانه برسد که دیگر حتی قادر نبود کلمه ای حرف بزند. خودش را به رخت خواب انداخت و بلافاصله همه بدنش آماس کرد. یک توبیخ هرچقدر لازم و به موقع آیا گاهی اوقات میتواند چنین اثرات نیکویی به بار آورد؟ روز بعد دم تندی داشت و با مساعدت بی‌دریغ آب و هوای پیترزبورگ بیماری با سرعتی بیش از حد انتظار شدت یافت و وقتی دکتر بالای سرش رسید و نبضش را گرفت، تنها چیزی که تجویز کرد یک پماد بود، آن هم تنها بدین خاطر که بیمار را از حق استفاده از کمک‌های پزشکی کاملاً بی بهره نگذاشته باشد. به هر حال تشخیص نهاییش این بود که آکاکیویچ بیش از 1 روز و نیم دوام نخواهد آورد. آنگاه رو به زن صاحبخانه کرد و گفت بهتر است وقت را تلف نکنید و همین الان یک تابوت از چوب کاج سفارش دهید، چون مطمئناً چوب بلوط برایش گران تمام می شود. اینکه آکاکیویچ این کلمات مصیبت آمیز را شنید یا نه و اگر شنید هیچ احساس تأسفی برای رها شدن از این زندگی نکبتبار به او دست داد یا نه معلوم نیست، چرا که در تمام این مدت به حال تب و هذیان به سر می برد. اشباح و رؤیاهای بیپایان هر یک عجیبتر از دیگری در نظرش ظاهر می شد. خودش را می دید که به التماس از پتروویچ خیاط می خواهد تا شنلی با تله های مخصوص بدوزد تا دزدانی را که زیر تختش جمع شده بودند گیر بیاندازد و مرتباً از صاحبخانه‌اش می خواست تا دزدی را که زیر پتویش خزیده بود بیرون بکشد. لحظه دیگر سوال می کرد که چرا در حالی که شنل نوعی خریده است آن شنل کهنه آنجا از دیوار آویزان است. بعد خودش را در برابر مدیر کل می دید که حسابی مورد عتاب و سرزنش قرار گرفته است و میگوید متاسفم حضرت اشرف، و نهایتاً چنان فحش‌های رکیک و ناسزاهایی بر زبان میراند که صاحبخانه مهربان که هرگز در تمام عمرش چنین کلماتی از دهان او نشنیده بود بر خودش صلیب میکشید، خصوصاً که تمام این فحش‌ها بلافاصله به دنبال گفتن حضرت اشرف ردیف میشد.
مدتی بعد دیگر چنان تند و ناشمرده حرف میزد که مطلقاً هیچ نمیشد سر درآورد. تنها روشن بود که همه کلمات و افکارش فقط بر همان شنل متمرکز بودند. سرانجام آکاکی آکاکیویچ بیچاره جان به جان آفرین تسلیم کرد. نه اتاق و نه اساسیش هیچ کدام محروم نشدند. اولا از آن جهت که کس و کاری نداشت و ثانیاً آنچه از مال دنیا داشت، یک دسته قلم پر، یک بسته کاغذ سفید دولتی، 3 جفت جوراب، 2 یا 3 دکمه که از شلوارش کنده شده بودند و همان زیرپوش مشهور که خواننده به خوبی با آن آشناست. چه کسی این ارثیه را تصاحب کرد فقط خدا می‌داند و بس. و البته نویسنده داستان نیز اذعان دارد که علاقه‌ای به دانستن این موضوع ندارد. آکاکی آکاکیویچ را با یک گاری به گورستان بردند و دفن کردند و پیترزبورگ بی آکاکی آکاکیویچش به زندگی ادامه داد. تو گویی هرگز چنین شخصی وجود نداشته است. و بدین ترتیب انسانی برای همیشه از روی زمین محو و ناپدید گشت. انسانی که هرگز کسی به فکر حمایتش نبوده، هیچ کس عزیزش نمی داشت و توجه هیچ کس را هم به خودش جلب نمی کرد. حتی توجه طبیعی دانی را که از مطالعه مگسی زیر میکروسکوپ نمی تواند صرف نظر کند. انسانی که ریشخندهای همکارانش را با بردباری و بی اعتراض تحمل می کرد. انسانی که بی جنجال زیست و بی جنجال به خاک رفت و تنها در آخرین روزهای حیاتش همدمی گرامی به صورت یک شنل بر او ظاهر شد و جلوه‌ای به زندگی بی نورش بخشید. اما این رویا نیز دیری نپایید و ساقه بدبختی بر سرش فرود آمد. مصیبتی چنان بزرگ که تنها ممکن است دامنگیر پادشاهان و یا بزرگترین اشخاص روی زمین شود. چند روز پس از مرگش نامه‌رسان اداره نامه‌ای از شخص مدیر کل به در خانه برد که در آن مراجعه فوریش به اداره خواسته شده بود. اما نامه‌رسان ناگزیر شد که بی او به اداره بازگردد و خبر دهد که آکاکی آکاکیویچ دیگر به اداره نخواهد آمد. و وقتی از او پرسیدند چرا، پاسخ داد چون مرده 3 روز پیش دفنش کردند. بدین ترتیب اهل اداره از مرگش مطلع شدند و درست روز بعد پست او به یک منشی جدید واگذار شد که از سلفش بسیار بلند قدتر بود و خطی کج و کوله داشت. اما چه کسی ممکن بود گمان برد که این پایان کار آکاکی آکاکیویچ نیست و مقرر شده است چند روزی پس از مرگش نیز زنده باشد و حادثه بیافریند تا تمام دورانی را که از سوی همه نادیده انگاشته شده بود تلافی کند. و یک بار شایعاتی در گوشه و کنار پترزبورگ سر زبانها افتاد که روحی در هیئت کارمندی دولتی در حوالی پل کالینکینگ مشاهده شده است که در جستجوی شنل گم شده اش بوده است. این روح راه را بر افراد مختلف بی توجه به رتبه و عنوانشان صد و شنلشان را پاره پاره می کرده است. شنل هایی از پوست خرس، سمور، روباه و خلاصه هر نوع شنل از هر نوع پوستی که انسان برای حفاظت پوست خودش به کار می برد. یکی از کارمندان اداره روح را به چشم خودش دیده بود و فوراً آکاکی آکاکیویچ را باز شناخته بود. او به قدری ترسیده بود که با تمام نیرویی که در پاهایش داشت به فرار متوسل شده بود و نتیجتا نتوانسته بود تصویر واضحی به خاطر بسپرد. تنها چیزی که به خاطر می آورد شبحی بود که از فاصله دور انگشتش را با تهدید تکان میداد. سیل شکایت از هر سو روان بود و آن هم نه فقط از جانب کارمندان دون پایه بلکه حتی از کارمندان عالی رتبه نظیر مشاورین دربار که در اثر این راهزنی های شبانه و پاری شدن شنلشان سخت در معرض سرما قرار گرفته بودند. به پلیس دستور داده شد به هر قیمتی که هست این روح را زنده یا مرده دستگیر و برای عبرت سایرین به شدیدترین وجه مجازات کند و اتفاقا نزدیک بود در این کار موفق نیز بشود. یک بار پاسبانی که مأمور گشت خیابان کیروشکین بود درست در همان محل وقوع جرم و در همان لحظه‌ای که روح می‌خواست شنل پشمی موسیقیدان بازنشسته‌ای را که زمانی نیلبک می‌زد پاره کند توانست یقه‌اش را بچسبد. همچنان که یقه روح را چسبیده بود 2 نفر از دوستانش را فراخواند تا دقیقه مواظبش باشند و خودش دست در چکمه‌اش کرد تا قدری انفیه بیرون کشد و دماغش را مالش دهد. اما انفیه اش به قدری تند بود که حتی روح هم تا به تحملش را نیاورد و همچنان که او با یک دست سوراخ سمت راست دماغش را گرفته بود و با دست دیگرش مشغول بو کردن انفیه بود، روح چنان عطسه‌ای کرد که آب دهانش چشمان هر سهشان را برای لحظه‌ای کور کرد و تا خواستن چشمشان را بمالند روح در هوا ناپدید گشته بود.
از آن روز پاسبان‌ها به قدری از ارواح می‌ترسیدند که حتی از دستگیر کردن زنده ها هم وحشت داشتند و فقط از فاصله دور فریاد می‌زدند: هی تو، خودت را نشون بده. روح کارمند کم کم در محله‌های غیر از پل کالینکینگ ظاهر می‌شد و خوف و هراس در دل افراد ترسو می‌انداخت. اما ما به کلی شخصیت متنفس را فراموش کردیم، در حالی که تقریباً عامل اصلی تغییر مسیر داستان ما از یک داستان کاملاً معمولی به یک داستان خیالی او بود. پیش از هر چیز برای آنکه از جاده حقیقت و انصاف خارج نشده باشیم باید بگویم که شخص متنفس اندکی پس از خروج آکاکی آکاکیویچ اهانت دیده بیچاره در دلش احساس تأسف کرد. حس همدردی کاملا در او نمرده بود و اگرچه آگاهی از رتبه و مقامش غالبا این گونه احساسات را در او پس میزد، اما قلبش هنوز به کلی از احساسات بزرگوارانه تهی نشده بود. بلافاصله پس از اینکه دوستش او را ترک کرد، افکارش متوجه آکاکی آکاکیویچ بیچاره شد. از آن روز به بعد تقریبا هر روز شبح آکاکیویچ بیچاره که زیر ملامت‌های تند او خرد شده بود در نظرش ظاهر می‌شد. این افکار آنقدر معذبش کردند که سرانجام یک هفته بعد یکی را از اداره دنبالش فرستادند تا ببینند در چه حال است و چه کمکی است دستشان برایش ساخته است. وقتی آن مرد بازگشت و خبر آورد که آکاکی آکاکیویچ از یک تب ناگهانی فوت کرده است، او سخت دچار بهت و حیرت شد. وجدانش معذبش میکرد و تمام آن روز را آشفته خاطر و پکر، بدین قصد که از این افکار ناخوشایند انصراف خاطری پیدا کند در مهمانی یکی از دوستانش که افراد متشخصی به آن دعوت داشتند شرکت کرد. خصوصا وقتی دید افراد دعوت شده همه با او هم رتبه هستند بیشتر شاد شد، چون دیگر احتیاجی به قیافه گرفتن نبود. همه اینها تأثیرات مثبتی بر حالت روحیش داشتند. افکار نامطبوع از سرش به در شدند، گفتگوهای دوستانه و خوشایندی در گرفت. خودش را در جمع راحت و آزاد حس کرد و روی هم رفته شب خوبی را گذراند. سر شام هم 1 یا 2 گلاس شامپاین خورد که چنان که همه می‌دانند مشروب ملایمی است که آدم را سرخوش می‌کند. 2 گلاس شامپاین سبب شد که تغییراتی در برنامه آن شبش بدهد. تصمیم گرفت به جای آنکه مستقیما به خانه برود، سری به دوستش کارولینا ایوانووانا بزند. این بانو اصلیتی آلمانی داشت و احساسات بسیار دوستانه‌ای میانشان حکم فرما بود. البته باید متذکر شویم که شخص متنفس چندان جوان نبود و در واقع شوهری خوب و رئیس خانواده‌ای محترم به حساب می آمد. 2 پسرش که یکیشان شغل دولتی داشت و دختر 16 ساله خوشگلش با دماغ کوچولوی زیبا و سربالا هر روز دستش را می بوسیدند و بونژور پاپا می گفتند. زنش هم که هنوز تراوت و زیباییش را از دست، ابتدا دستش را دراز می کرد تا او ببوسد و آنگاه خودش کف دست او را بالا می آورد و می بوسید. اما اگرچه شخص متنفس در احترامات و محبت‌های خانواده رضایت خاطر خودش را فراهم می‌دید، با این حال داشتن دوست خانمی را هم در قسمت دیگری از شهر چندان خلاف اخلاق نمی‌دانست. این دوست خانم به هیچ وجه از زن او جوان‌تر یا خوشگل‌تر نبود، اما دنیا پر از این گونه اسرار است و بر ما نیست که بدانها بپردازیم. بله، همانطور که می‌گفتم شخص متنفس از پله ها پایین آمد، سوار کالسکه‌اش شد و به سورچی گفت خانه کارولینا ایوانووا و خودش را لای شنل گرم و زیبایش پیچید و در افکار خودش غوطه ور گشت. تمام شوخی هایی را که موجب خنده جمع شده بود از خاطر می‌گذراند و حتی برخی از آنها را با صدای آهسته دوباره برای خودش بازگو می‌کرد و باز به همان اندازه خنده آور می‌یافتشان. بنابراین هیچ جای تعجب نیست که به صدای بلند برای خودش میخندید. تنها مزاحم این حال خوش باد بود که خدا میداند از کجا و چطور میوزید که راست بر صورتش میخورد و با خودش تکه های برف را هم به داخل میآورد. یقه‌اش را مثل بادبانی حرکت میداد یا گاهی بالعکس با فشاری غیر طبیعی به سرش میفشرد، آنچنان که رهایی از دستش فقط از عهده شیطان برمیآمد. ناگهان شخص متنفس احساس کرد که دستی یقه‌اش را چسبیده است. وقتی برگشت، مرد کوتاه قدی را در یونیفرم پاره و مندرس دید و بی هیچ احساس وحشت آکاکی آکاکیویچ را به جا آورد. صورتش به سفیدی برف و درست مثل صورت مرده ها بود، اما
ترس و وحشتی عظیم وجود شخص متنفس را فرا گرفت. وقتی که دید روح دهنش را کج کرده است و همچنان که بوی مشمئز کننده قبر از نفسش به مشام میرسد کلمات زیر را ادا می کند. آه، سر آخر گیرت آوردم. حالا دیگر یقه‌ات را چسبیدم. فقط شنلت را میخواهم. تو برای پیدا کردن شنل من هیچ کمکی نکردی و تازه بد و بیرا هم به من گفتی. خب حالا شنل خودت را رد کن بیاد. شخص متنفس بیچاره از ترس نیمه جان شده بود. در این وضعیت چنان وحشتی بر او مستولی شده بود که حتی میترسید دچار حمله قلبی شود. با عجله تمام و بدون کمک شخص دیگری شنلش را از تن به در کرد و بعد با صدای آکنده از هراس به راننده فریاد زد فوراً به طرف خانه تندتر. راننده با شنیدن صدای فریاد اربابش و با علم به اینکه تنها در لحظات خطیر چنین فریادی میزند و حتی معمولاً این فریاد تأکیداتی از نوع دیگر در پی دارد، پشتش را خم کرد و شلاق را در هوا تکان داد و کالسکه چون تیری از جا کنده شد. درست 6 دقیقه بعد شخص متنفس در برابر خانهشان بود، پریده رنگ و هراسان، بی آنکه دیگر به کارولینیا ایوانووا سر زده باشد. به خانه رسید، به هر طریق خودش را به اتاقش رساند و شب را با چنان اضطرابی گذراند که صبح روز بعد دخترش سر صبحانه گفت پاپا چرا امروز رنگتان پریده؟ اما پاپا جوابی نداد و کلمه ای نیز آنچه شب پیش سرش آمده بود و اینکه در واقع قصد داشت کجا برود به کسی نگفت. برخورد آن شب تأثیر عمیقی بر وی نهاده بود و از آن زمان به بعد دیگر به ندرت به زیر دستانش میگفت چطور جرأت میکنید؟ هیچ میدانید با چه کسی طرف هستید؟ اگر تصادفاً چنین سخنانی بر زبان می آورد حتما قبلا به سخنان طرف مقابلش گوش فرا میداد. اما مسئله عجیب اینجاست که روح کارمند به یک بار غیبش زد. گویی فقط به دنبال همان شنل مدیر کل بوده است. دیگر داستانها و شایعاتی درباره شنل‌های پاره شده به گوش نمیخورد. هرچند عده‌ای از همشهری‌های بسیار محتاط و محافظه‌کار قانع نشدند و اصرار داشتند که هنوز هم روح در گوشه‌های خلوت شهر ظاهر می‌شود. در واقع نیز یک بار پاسبان محله کولومنا با چشم خودش روحی را هنگام خروج از یک خانه مشاهده کرد. یک بار خروج ناگهانی بچه خوکی معمولی از یک خانه باعث شده بود پستش را ترک کند و پا به فرار بگذارد و با این کارش اسباب خنده و تمسخر سورچی‌ها شده بود که آنجا بودند و البته هر کدامشان را به سبب این بی‌ادبی نیم کپک پول توتون جریمه کرده بود و سعی نکرد روح را دستگیر کند، اما روح را در تاریکی تعقیب کرد تا اینکه روح ایستاد و پرسید چه می‌خواهی و مشتش را به اون نشون داد، مشتی که هرگز هیچ آدم زنده‌ای مشتی به آن بزرگی نداشته است. پاسبان جواب داد هیچ و به سرعت بازگشت. این روح البته قد بلندتر از روح اولی بود و سیبیل‌های کلفتی هم داشت و رو به سوی پل ابوخوف کرد و در تاریکی غیبش زد. از کتاب یادداشت‌های یک دیوانه و 7 قصه دیگر. دوستان ممنون میشم اگر از این داستان خوشتون اومد ما رو با یه لایک حمایت کنید. ترجمه از خشایار دیلمی، تهیه شده در ایستگاه فلسفه.